دوستان، من حاضر ما در سفر کاری قرار داریم و با من حاضر ضرور شد که طریق مسنجر و همکارانم یک دو مواد رو فرستانده باشم، لیکن اصل بیان که مواد در کامپیوتر مانده است و نه در گوگل دیسک نه در یگان خدمت رسانی هوایی نیست است و من مجبورم حاضر این مواد رو از کامپیوتر به تلفن گیرم و طریق تلفن بعد روانه کنم. لیکن البته این کار برای این کار دیگر رو هست، هم برای معاشر و هم برای دادن گرفتن فایل ها. این استفاده مسنجر ها در کامپیوتر، طرز ساده استفاده مسنجر ها در کامپیوتر امروز در نمایش تماشا کنید. بعضا وقت می شود که برای داد و گرفتی فایل ها یا اینکه معاشرت از کامپیوتر استفاده کردن مفیدتر می شود نظر به تلفن و این دم ما باید کامپیوتر و تلفن های خود را سینخرونیزاسیون کرده به مسنجر پیوست کنیم و راه از همه آسانی آن این سینخرونیزاسیون یا اینکه پیوست کردنی واتساپ می باشد. برای آن که دیگر مسنجر ها از کچت کردنی زیمه خود را دارند، واتساپ شما میتونید هم کچت کرده باشید یا اینکه آنلاین استفاده برید. برای این از در براوزر خود صفحه واتساپ را میگشاییم. سلکه این زمینه را من در پایان ویدیو جای میدهم. چون برای سامانه وارد شدیم، سامانه از ما طلب میکند که برای ایدنتیفیکاسیون ما از این QR کد استفاده بریم. برای این ما به واتساپ از تلفن خود وارد میشیم. اونجا انتخاب میکنیم 3 نقطه پونکت واتساپ و گشاده میشود QR کد. اونجا انتخاب میکنیم علامت پلوس و این QR کدی گشاده شده رو باید اسکانر کنید. چون اسکانر کردید در براوزر شما واتساپتون فعال میگردد و میتونید معاشرت رو اینجا ادامه دهید، فایل ها رو گرفته باشید. این برای واتساپ. اینک برای استفاده برای تلگرام ما باید آن را با کامپیوتر کچت کرده گیریم، یعنی استنافه کنیم. برای همون من اسناد را در پایان ویدیو جای میدهم و بعد آنی که شما آن را در کامپیوتر یا نوتبوک خود فعال نمودید، اگر خودتان این کار را پیشتر کرده نباشید میتونید از دوستانتان خواهش کنید. اینک برنامه تلگرام را در کامپیوتر فعال میسازیم. این اینترفیس برنامه، یعنی نمودی آن میتوانید با زبان انگلیسی استفاده برید یا اینکه ادامه دهید با زبان روسی. چون کناپ را پخش نمودید، برنامه ناسترویک ها را از شما میپرسد. بعدی به سوال ها جواب دادن چت اپشنی انتخاب میکنیم، یعنی شما میتوانید اول کشور را انتخاب نمایید، یعنی تاجیکستان. بعد رقم را کناپی پردازش را انتخاب میکنید و برای تلفن شما کد باید ارسال شود. این کد اینچنین میتواند به تلگرامی شما رود، یعنی تلفنتان را میگشایید، کد را به برنامه وارد میسازید و مرحمت برنامه در کامپیوتر شما فعال میشود. برای چی تلگرام؟ برای آن که طریق تلگرام داد و گرفتی فایل ها خیلی مفید می باشد. استفاده برید. اینچنین با همین راه میتوانید دیگر برنامه ها را به مثال ایمو، وایبر را در کامپیوتر خود فعال سازید و معاشرت را به راحت ادامه داده باشید.
гузоштани лайкро аз хотир набароред. این بود یک چند مقصودی ما آیی استفاده مسنجرها در کامپیوتر انتخاب از شما از پدامان استفاده دارید و که امکان نویسید لایک بذارید باقی برای کار همیشه در علاقه باشید.